السلام علیکم. قصه از امام غزالی. این قصه را امام غزالی آورده است در کتاب خود. یک سرکرده نزد شیخ آمد و از او پرسان شد که یا شیخ به من یک نصیحت کن تو در قلبم جای گیرد. شیخ به او نگاه کرده گفت تو اول بر من قسم ده که اون چیزی که من میپرسم راستش را میگویی. گفت انشاءالله. شیخ گفت بایگری را دوست می‌داری یا دشمنت را؟ سرکرده گفت البته بایگری را. شیخ در جواب گفت که اگر بایگری را دوست داری پس چرا آن را پس از خودت به دشمنت میگذاری که وی او را میگیرد؟ بعد از این سخن سرکرده گریان شد و گفت شیخم درست گفتید. بعد از این سخنها دیگر نصیحت بر من جای ندارد. از این قصه شما دوستان عزیز چگونه خلاصه برآوردید؟ فکرهای خود را در کامنتر بگذارید. در پناه الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.